سلام عرض ادب و احترام خدمت همگی و بچه‌ها. میخوام این ویدیو رو با نام و یاد کسانی شروع کنم که دیگه در کنارمون نیستن. روحشون شاد و یادشون گرامی. خب بچه‌ها، قضیه از این قراره که من واقعا سر ماینکرافت و ویدیوهای ماینکرافتی به مشکل خوردم و نمیدونم، ایده کم آوردم و نمیدونم که دیگه چه ویدیوهای ماینکرافتی بذارم که شما خوشتون بیاد و دوستش داشته باشید. و الان میخوام ازتون یه سوال بپرسم که اینو حتما داخل کامنت ها جوابش رو برام بنویسید که به نظرتون از این به بعد فقط و فقط ویدیوی ماینکرافتی داخل کانالمون داشته باشیم یا ماینکرافت در کنار گیم‌های دیگه هم باشه. خب بچه‌ها، من بگم چه شکلی میشه که اگه من فقط و فقط ویدیوی ماینکرافتی بذارم، خب خیلی دیر به دیر ویدیو میذارم، ولی خب فقط و فقط ویدیومون در مورد ماینکرافته. و اگه ماینکرافت در کنار گیم‌های دیگه هم بذارم، محتوای ماینکرافتیمون ممکنه که یه کوچولو کمتر بشه، ولی خب به جاش گیم‌های دیگه هم در کنارش میذارم و خیلی سریعتر میتونیم ویدیو بذاریم نسبت به ویدیوهای خود ماینکرافت. و الان اینو ازتون میخوام که بنویسید که محتوای کانال ما از این به بعد فقط در مورد ماینکرافت باشه یا گیم‌های دیگه هم در کنارش باشه. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. خداحافظ تا ویدیو دیگه.